کتاب قانون 10 برابر بخش 4. شما وظیفه دارید که موفق بشید. یکی از طلایی ترین دوران زندگی من زمانی بود که برای همیشه دست از انتظار کشیدن برای موفقیت برداشتم. از اون زمان به بعد موفقیت رو به عنوان یه وظیفه، تعهد و مسئولیت دیدم. سالها تحصیل کردم ولی هرگز کسی در مورد موفقیت با من حرف نزد. صدها کتاب خوندم و پول زیادی برای این موضوع خرج کردم. ولی در اون زمان همچنان بی هدف بودم. البته 2 تجربه مهم دید من رو به خیلی چیزها تغییر داد. تجربه اول متعلق به زمانیه که تنها 25 سال داشتم. در اون زمان به فروشندگی مشغول بودم و از انجام این کار رضایت نداشتم. اما تصمیم گرفتم که مسیرم رو تغییر بدم و به فروشندگی به عنوان یک شغل حرفه‌ای نگاه کنم. متعهد شدم و تصمیم گرفتم هر چیزی که برای موفقیت در فروش لازمه رو یاد بگیرم. با این تصمیم و عملی کردن اون زندگیم تغییر کرد. بار دومی که از خواب غفلت بیدار شدم 50 ساله بودم. در اون زمان اقتصاد در وضعیت رکود بود. همه مردم و از جمله من زندگیشون به خاطر این رکود در معرض خطر بود و خیلی از مشاغل به کلی از بین رفته بودند. یه شب متوجه شدم که شرکت ضعیفه و نمیتونه از پس بحرانی که در اقتصاد پیش اومده بر بیاد و مقاومت کنه. در اون شب فهمیدم که شرکتم آینده‌ای نداره. تلویزیون هم دائم از بالا رفتن نرخ بیکاری حرف میزد و من بیشتر نگران میشدم. اون زمان متوجه شدم که رفاه مالی شخصی و خانوادگیم هم در معرض خطره. با این همه مشکلات دیگه نمیتونستم به موفقیت به دید یه وظیفه نگاه کنم و تمرکز و هدفم رو به کلی از دست داده بودم. در این 2 مقطع مهم زندگیم به این نکته پی بردم که چقدر موفقیت برای داشتن یه زندگی عالی و با رفاه کامل اهمیت داره. در دومین تجربه دریافتم که باید به موفقیت‌های بزرگتر از اون چیزی که مردم تصور می‌کنن دست پیدا کنم. فهمیدم که باید به سمت موفقیت قدم بردارم و اون رو یه الزام مطلق برای خودم تعیین کنم و به صورت مداوم برای اون موفقیت در تلاش باشم. بیشتر مردم به موفقیت به شکل عجیبی نگاه می‌کنند که خود من هم در گذشته همین دیدگاه رو داشتم. تصور می‌کنند که موفقیت چیز مهمی نیست و تنها یک گزینه است که برای دیگران اتفاق میفته. بیشتر مردم فقط به موفقیت‌های کوچیک قانع هستند و باور دارند که اگر مقدار کمی از اون رو داشته باشند خوشحال خواهند بود. وقتی مردم موفقیت رو یک گزینه در نظر میگیرن در واقع اون رو برای خودشون نمیخوان. این دیدگاه باعث میشه که از حداقل تلاششون برای دستیابی به موفقیت‌های کوچیک استفاده کنن. بنابراین همیشه در زندگی به کمترین چیزها میرسن. پس اگه موفقیت برای شما به یه مسئله اخلاقی تبدیل نشه، برای هیچ چیزی احساس مسئولیت نمی کنید. به این ترتیب باقی زندگیتون رو فقط بهانه میارید و مدام خودتون رو مظلوم جلوه میدید که چرا به چیزهایی که دوست داشتید نرسیدین. دیدگاه شما به موفقیت باید مانند والدینی باشه که برای مراقبت از فرزندشون هر کاری انجام میدن. والدین میدونن که وظیفه دارن از کودک خودشون مراقبت کنن و به سختی تلاش میکنن تا رفاه فرزندشون رو تأمین کنن. شما هم باید نسبت به موفقیت این تصور رو داشته باشید. بهتره که دروغ گفتن به خودمون رو تموم کنیم. یکی از ویژگی‌های رایج بین کسانی که نمیتونن به خواسته‌های قلبی خودشون برسن اینه که موفقیت رو برای خودشون کم ارزش میکنن. به این ترتیب به راحتی برای اینکه چرا شکست خوردن هزاران دلیل و توجیه میارن و به خودشون دروغ میگن. در جامعه امروزی به راحتی میتونید چنین رفتارهایی رو پیدا کنید. در هر جایی مثل مدارس، محتوای کتاب‌ها و کلیساها هم میتونید با این طرز رفتار روبرو بشید. مثلا کودکی که نتونسته به خواسته خود برسه کمی گریه میکنه و بعد به خودش میقبولونه که این خواسته هرگز اولویت زندگیش نبوده. وقتی اعتراف میکنید که موفق نشدید، این یه حالت طبیعیه. این کار تنها چیزیه که به شما کمک میکنه تا در نهایت بتونید به هدف مورد نظر برسید. موانع زیادی سر راه همه قرار داره،
اما حتی خوشبخت‌ترین و پولدارترین افراد هم باید کاری انجام بدن تا در زمان و مکانی درست قرار بگیرن. در این بین ما تنها خبر موفقیت افراد رو میشنویم و اصلا در این مورد که اونها چند بار شکست خوردن چیزی نمیدونیم و نمیشنویم. دنیا فقط زمانی اونا رو میبینه که پیروز میدان میشن. به همین دلیل نباید از شانس خودتون خجالت زده بشید. انسانهای خوش شانس خودشون رو کاملا متعهد به موفقیت میدونن. وقتی بتونید با تعیین اهداف دقیق و متنوع تعداد دفعاتی که به موفقیت میرسید رو بیشتر کنید، به این ترتیب موفق شدن برای شما به یه عادت تبدیل میشه. موفقیت تنها نصیب کسانی میشه که از نظر ذهنی و درونی واقعا خواهان اون هستند. در هر کسب و کاری که هستید و فارغ از هر مانعی که در مقابلتون قرار داره، باید موفقیت رو اخلاقی، وظیفه، تعهد و مسئولیت مهمی در زندگی خودتون بدونید. اگر دیدگاهی غیر از این داشته باشید، همیشه شکست میخورید و همیشه باید نگران رفاه خودتون باشید.